بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. درس هفتم است، اصول ثلاثه. این بعد از اینکه ما و شما الحمدلله مقدمات خلاص کردیم، اصل کتاب که اصول ثلاثه هست، ایره شروع میکنیم که این اساسات سیگانه هست. و این اصول ثلاثه چی هست؟ اصول ثلاثه این شناختن الله هست، شناختن دین الله هست و شناختن رسول الله صلی الله علیه و سلم. این عالم در متن کتاب چی میگه؟ میگه فاذا قیل لك، اگر بر تو گفته شود که مل اصول الثلاثه، مل اصول الثلاثه التي یجب علی الانسان معرفتها، میگه اگر از تو پرسان شود که اصول سیگانه که بالای یک انسان واجب است که او را بفهمه او چی هست؟ میگه فقل، پس بگو معرفت العبد ربه، ای که انسان رب خدا بشناسه، پروردگار خدا که رب العالمین است بشناسه، و دینه و دین خدا بشناسه که دین اسلام است، و نبیه و پیغمبر خدا بشناسه که محمد صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم است، اینو بشناسه. پس اصول ثلاثه چی است؟ شناختن الله هست رب العالمین، و شناختن دین اسلام است، و شناختن رسول الله که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خب عالم میگیم که اصول ثلاثه به معنای اصول یا اساسات سیگانه هست. این مؤلف کتابش نامش چی مانده؟ الاصول الثلاثه. این به نام اصول ثلاثه یعنی اصول سیگانه، یعنی سه اصل است که انسان مسلمان به او عقیده می داشته باشه و میشناسه. اصل اول شناختن الله، اصل دوم شناختن رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اصل سوم شناختن دین اسلام. خب می مؤلف نام کتاب خدا الاصول الثلاثه مانده. چی معنی اصول ثلاثه؟ یعنی اساسات سیگانه. و بعضی ها ثلاثه الاصول هم میگن، بعضی کسا میگن ثلاثه الاصول. این هم درست است، هر دو نام امی کتاب هست، هر دوش به یک معنی است. خب اصول سیگانه چیست؟ اگر از شما کس پرسان بکنه که اصول سیگانه چیست، شما در جواب میگید که اصول سیگانه امی سه اصل مهم اسلام است. اصل اول شناختن الله سبحانه و تعالی، اصل دوم شناختن دین اسلام، و اصل سوم شناختن رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این اصول سیگانه در احادیث مختلف ذکر شده هست. امی اصول سیگانه در احادیث آمده هست. امام مسلم رحمه الله روایت میکنه عن العباس ابن عبدالمطلب، از عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه روایت است، میگه که انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، که او میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید که میگفت ذاق طعم الایمان، میگه میچشه ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. میگه ذاق میچشه، یعنی امی دینداری که هست. شما اگر مثلا برتان یک کسی امیال خوب دیگه گشنام باشید، امی وقت گشنگی که نزدیکای مثلا وقت نان چاشت است، کسی امیال بیاره مثلا چند خوراک کباب بیاره، چقدر مثلا انسانه که شامه خوب داشته باشه و در زبانش ذائقه خوب باشه، یه انسان امو لذت امی کباب میفهمه. این نمیخواستم که کباب یک لذت داره برای کسی که او چی باشه؟ او را الله زبان داده باشه و او را الله متعال امین نعمت را داشته باشه که لذت ها را درک میکنه. یک کسی هست مثلا هر چی که برش پرت بیتی هیچ لذت از او را نمیفهمه. این حال امی قسم که کباب و مثلا خوراک های خوب اینا مثلا لذت دارن، میگه که ایمان هم لذت داره. بسیاری کسا میگه از ایمان لذت میبره. کی از ایمان لذت میبره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ذاق طعم الایمان، کسی از مزه طعم ایمان میچشه و ایره حاصل میکنه که راضی باشه که الله رب ما هست. وقتی که انسان عقیده داشت که الله رب العالمین هست و اسلام دین ما هست و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هست که بر ما فرستاده شده هست، بنابراین انسان وقتی که نماز میخونه از نماز خود لذت میبره، وقتی که دینداری میکنه از دینداری خود لذت میبره، وقتی که جهاد میکنه از جهاد خود لذت میبره، وقتی که به خاطر دین الله شهید میشه از شهادت خود لذت میبره، وقتی که سختی ها برش میاد از حتی از سختی ها از این لذت میبره، وقتی که حج میره از حج لذت میبره، از انجام دادن هر رکن از ارکان اسلام، از اطاعت از حکم از احکام الله
این لذت میبرم. پس اینجا دیدن که در این حدیث چی آمد؟ رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد. همین اصول ثلاثه آمد. رضایت بر ربوبیت الله و ای که اسلام دین ما هست و محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر ما هست. امام مسلم رحمه الله هم روایت میکنه عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه قال. سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که فرمود من قال حين يسمع المؤذن، میگه هر کسی که وقت بشنوه که مؤذن میگه آذان میته، وقتی که مؤذن آذان میگویه اینال اگر کسی ای که آذان شنید باز چی گفت؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میتم که نیست معبود به حق که مستحق باشه که ذاتش عبادت شوه و احکامش اطاعت شوه الا الله، بغیر از الله وحده به یگانگیش، لا شریک له که برای او شریک نیست، و ان محمدا عبده و رسوله، و شهادت بده که یقینا که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله هست و رسول الله هست. وقتی که شهادت داد و گفت بگویه که رضیت بالله ربا، ما بر ربوبیت الله سبحانه و تعالی که او رب ما و رب العالمین است راضی هستم، و به محمد رسول، و گفت که ما به ای که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هست راضی هستم، و بالاسلام دین، و به هم راضی هستم که اسلام دین ما هست. غفر له ذنبه، غفر بخشیده میشه چی؟ گناههای عظیم. پس در این حدیث شریف هم همین سه نقطه بیان شده هست: ربوبیت الله و رسالت رسول الله و دین اسلام. این اصول سیگانه چی شده؟ ذکر شده. در حدیثی که امام احمد و امام ابی داود رحمهم الله روایت کردن، چی میگن؟ عن البراء ابن عاذب رضی الله عنه. خب عن البراء ابن عاذب رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال. براء ابن عاذب رضی الله عنه میگه که و یأتیه ملکان فیجلسانه، میگه این در قبر یک حدیث طویل است، یعنی نصفش است. میگه که در وقتی که انسان در قبر گذاشته میشه، یعنی که مثلا وقتی اجل انسان نزدیک میرسه چه قسم ملائکه میان باز روح ازی قبض میشه، و باز مثلا کسی که انسان با ایمان باشه ملائکه رحمت میان باز روح ازی با خود میبرن، و کسایی که بیدین و کافر و مرتد و یگپا باشن باز ملائکه عذاب میان روح خبیث ازی را که خود میبرن. باز اینال میگه که وقتی که انسان در قبر گذاشته میشه و یأتیه ملکان، دو ملائکه میگن فیجلسانه، باز ایره میشانن فیقولان برازو، فیقولان له، باز برازمی میت می کسی که فوت کرده بود ایره میخیزانن و با قدرت الله ایده در اینجا زنده میشن و در اینجا روح در وجود از میایه و ایره از پیش پرسان میکنن که من ربک، رب تو کی هست؟ فیقول ربی الله، میگه رب ما الله هست. فیقولان له، باز برش میگن امید ملائکه که منکر و نکیر هستن، برش میگن که ما دینو که دینت چی هست؟ یعنی از این اصول ثلاثه، از این خاطر مهم است کتاب به نام اصول ثلاثه هست که در قبر هم انسان اول از چی پرسان میشه؟ از اصول ثلاثه پرسان میشه. اول پرسانش میکنه که خب من ربک، رب تو کی هست؟ اینال پروردگار تو کی هست؟ فیقول، پس انسان مؤمن که موحد باشه میگه ربی الله، پروردگار ما الله سبحانه و تعالی است. فیقولان له ما دینک، خی دین تو چی هست؟ فیقول دینی الاسلام، دین ما دین اسلام است. فیقولان له، باز برازی میگه ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، برازی میگه که یعنی کسی که برای شما مبعوث شده بود او شخص کی بود؟ قال، باز راوی میگه فیقول، یا مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فیقول، باز امی شخص میگه، امی کسی که مرده بود آل در قبر دوباره نشاندن، باز این میگه که هو رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه این شخصی که بر ما مبعوث شده بود نامش رسول الله محمد بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فیقولان، باز این دو ملائکه منکر و نکیر از این پرسان میکنه که و ما یدریک، چه چیز را از کجا فهمیدی که این الله فرستاد؟ فیقول، باز این شخص میگه که قرأت، این انسان مؤمن است، اصول ثلاثه را میفهمه، دلایلش را میفهمه، کتاب الله را خوانده، معنایش را میفهمه. قرأت، میگه من خواندم کتاب الله را، قرآن عظیم الشان را،
فآمنت به، من به او ایمان آوردم، چرا که در قرآن عظیم شان گفته که محمد رسول الله هست. و صدقت، و من این تصدیق کردم، این راست بنداختم. زاد فی حدیث جری فذلك قول الله عز وجل یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. خب پس اینی اصول ثلاثه در این حدیث شریف ای ذکر شد. این اصول چی بود؟ این اصول ثلاثه هست که ما و شما باید ای را بفهمیم. این اصول ثلاثه چی است؟ شناختن الله هست و شناختن دین اسلام است و شناختن رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.